از آفات مهم گلخونه‌ای مگس مینوزه، مخصوصا در سبزیجات برگی مثل فلفل، گوجه فرنگی، خیار و لوبیا که بیشتر به خاطر لاروهاش مشکل سازه که در داخل برگ‌ها تونل‌هایی ایجاد می‌کنن و باعث کاهش فتوسنتز، ضعف گیاه و کاهش تولید میشن. روش‌های کنترل شامل حذف و سوزاندن برگ‌های آلوده، ضدعفونی سطح خاک و ادوات و کاشت گونه‌های مقاوم هست و کنترل بیولوژیک در گلخانه‌های ایزوله با زنبورهای پارازیت دیگلیفوس انجام میشه و آخرین مرحله همیشه مبارزه شیمیاییه و زمانی انجام میشه که جمعیت آفت خیلی بالا باشه. بهترین روش پیشگیری از ورود این آفت به گلخونه است. در منطقه ما که جمعیت آفت خیلی زیاده، بهتر تهویه به شکل مصنوعی انجام بشه و دریچه‌ها به ویژه در مجاورت دامداری‌ها کلاً بسته باشه و همچنین از کارت‌های زرد به وفور در گلخونه استفاده بشه. کنترل علف‌های هرز و حذف سریع برگ‌های آلوده در صورت مشاهده علائم اولیه بسیار مؤثره. نصب توری ضد حشره با مش 40 یا بیشتر روی ورودی‌ها جهت جلوگیری از ورود حشره بالغ بسیار مؤثره. قرنطینه نشا و گیاهان جدید و همینطور استفاده از گیاهان تله هم مؤثره که در پست جدا راجع به نحوه استفاده از گیاهان تله توضیحات لازم داده میشه.